بین سالهای 1920 تا 1930 تاریک‌ترین روزهای تاریخ آمریکا داشت رقم می‌خورد. توی این سالها به لطف قانون ممنوعیت فروش مشروبات الکلی، مافیای ایتالیایی آمریکا به اوج قدرت خودشون رسیده بودن. اونا یه شبکه زیرزمینی بزرگ از قاچاق مشروبات الکل درست کرده بودن و با فروش مشروبات الکلی و قاچاق اونها به اوج قدرت و ثروت رسیدن. از پس این روزهای تاریک خلافکارهای معروف زیادی بیرون اومدن، اما هیچ کدوم از اونا به معروفیت آل کاپون افسانه‌ای نبود. کسی که از اون به عنوان بزرگترین خلافکار قرن 20 یاد میشه. اگه میخوای راجع به آل کاپون، جنایت‌های اون و چگونگی رسیدنش به قدرت، شیکاگو رو تحت سلطه خودش داشت بدونی، توی ادامه این ویدیو حتما همراه من باش. سلام به همه شما همراهان کانال رادیو الچه. امروز میخوایم راجع به آل کاپون، یکی از بزرگترین سران مافیای ایتالیایی آمریکا صحبت کنیم. اگر راجع به مافیای ایتالیایی نمیدونید و راجع به تاریخ اونها اطلاعی ندارید، یه ویدیو درست کردم راجع به تاریخچه مافیا که اونو اینجا میذارم و میتونید برید اول اون ویدیو رو ببینید. اگر هم اونو ندیدید هیچ مشکلی نداره و اینجا میخوایم راجع به زندگی آل کاپون صحبت کنیم که یه جورایی متوجه اینکه مافیا از کجا اومده و چجوری بوده هم میشید. گابریل کاپون و ترزا کاپون، پدر و مادر آل کاپون، از شهر ناپل ایتالیا برای یک زندگی بهتر به آمریکا اومده بودند. توی سال 1899 آل کاپون یا همون آلفونسو گابریل کاپون، پسر اونا، به دنیا میاد. اون تا 14 سالگی به تحصیلاتش توی مدرسه ادامه داد، اما به خاطر رفتار بدی که داشته اخراج میشه. اون دقیقاً به خاطر اینکه معلمش رو کتک زده بود از مدرسه اخراج میشه. اون همون موقع هم که توی مدرسه بود با یک سری از بچه‌های همون محلشون، توی محله‌ای که زندگی میکردن توی بروکلین نیویورک که محله خوبی هم نبود و با مهاجرهای ایتالیایی هم خیلی اونجا بد برخورد میکردن، چون اونا رو مسبب این جرم و جنایت توی آمریکا میدونستن. اون با دوستاش اونجا یه سری گروه‌های خلافکاری خیلی کوچیک، جوری که انگار مثلا قلدر محله باشن، تشکیل داده بودن و خودشون میگفتن این کار به خاطر حفاظت از دخترای ایتالیایی در برابر ایرلندی هاست. اون به این فعالیتاش ادامه میداد تا اینکه 14 سالگی از مدرسه اخراج شد و از اونجا به بعد رسما عضو گروه‌های گنگ کوچیک توی شهرشون شد. سال 1917 اون با فرانکی یی آشنا میشه. فرانکی رئیس گروه تبهکاری بوده که آل کاپون عضو اون بوده. اون پادو فرانکی بوده و کار زیادی براش انجام میداده و توی باری که برای فرانکی کار میکرده دربون اونجا بوده. با جانی توریو که بعداً باعث به قدرت رسیدن آل کاپون هم میشه، اونجا یه آشناییت کوچیکی پیدا میکنه. یه روزم که توی همون بار بوده یه دختری اونجا میاد و آل کاپون اون دختره رو مسخره میکنه. بعدش برادر اون دختر میاد و با شیشه مشروبی که اونجا دستش بوده یک زخم خیلی معروف رو روی سمت چپ صورت آل کاپون میندازه که این زخم تا آخر عمر باهاش میمونه و به خاطر همین زخم بهش لقب صورت زخمی یا اسکارفیس هم داده بودن که فیلم اسکارفیس میتونه یه جورایی اسمش برداشت حالا از این داستان باشه. البته خودش از این لقب خیلی خوشش نمی اومد و جایی هم ازش وقتی میپرسیدن این زخم برای چی بوده، اون میگفته که تو جنگ جهانی اول شرکت کرده بوده و اون زخم رو اونجا برداشته. توی سال 1918 دوست دختر آل کاپون، جوزفین، حامله میشه. توی فرهنگ ایتالیایی یا خانواده خیلی چیز مهمیه براشون و به خانواده خیلی احترام میذارن. به خاطر همینم آل کاپون کارشو گردن میگیره و با جوزفین همون سال، یعنی همون ماهی که متوجه میشن حامله است، ازدواج میکنه و اولین بچه اونا توی 19 سالگی آل کاپون به دنیا میاد. اون یه مدت بعد با زن و بچهش به شهر بالتیمور میره و اونجا دیگه بیخیال کارهای خلاف میشه، از اون گروه های گنگ کوچیک که توش بوده میاد بیرون و مشغول کار
حسابداری میشه. یه مدت اونجا زندگیشو میگذرونه و اگر زندگی برای اونا به همون منوال پیش میرفت، آل کاپون یک فرد کاملا معمولی بود توی زندگیش و امروز ما اینجا نمیشستیم راجبش صحبت بکنیم به عنوان یکی از بزرگترین خلافکاران تاریخ. پدر آل کاپون فوت میکنه و اون مجبور میشه به شهرشون برگرده. وقتی به شهرشون برمیگرده میبینه که خانوادهش هیچ پولی ندارن و وضع زندگیشون خیلی بده. اون با پولی که از کار حسابداری هم به دست می آورده نمیتونسته زندگیشو بگذرونه. یه مدت قبلم جانی توریو که قبلا با اون آشنا شده بود و الان به خاطر اینکه رئیس یکی از گنگ های بزرگ شیکاگو کشته شده بود، اون رو به جای رئیس گذاشته بودن، به آل کاپون پیشنهاد داده بود که بیاد و یه جورایی دست راست اون بشه. البته دلیلش فقط این نبود. آل کاپون به خاطر اون فعالیت هایی که توی گروه های گنگ های قبلی داشت مورد ظن پلیس قرار گرفته بود و اونو به خاطر 2 تا قتل یه جورایی بهش مشکوک بودن. یکیشون کسی بوده که آل کاپون ازش طلب داشته و اون یکی هم یک زن فاحشه‌ای بوده که آل کاپون زیاد باهاش رفت و آمد میکرده. به خاطر همین هم دوستای آل کاپون که توی اون شهر بودن بهش میگن که باید از این شهر بره و بهتره که به شیکاگو بره. یکی از اونها هم به اسم لاکی لوچیانو یا لوچیانو خوششانس که خودش داستانهایی داره و نیازمند یک ویدیو دیگه است، اون هم یکی از افراد بزرگ مافیای ایتالیا بوده. $2000 پول بهش میده اون موقع و میگه که از اون شهر بره و آل کاپون هم تصمیم میگیره که به شیکاگو بره. اون زن بچه‌ش رو هم اونجا میذاره و اولش تنهایی به شیکاگو سفر میکنه و یه جورایی داستان ساختن اون پادشاهی آل کاپون، اون سلطنتش توی شیکاگو از همینجا کلید میخوره. اونجا اولش جانی توریو یه ساختمون 4 طبقه که محل دفتر مرکزیش بوده یه جورایی رو به آل کاپون میسپاره. توی طبقات اون قمارخونه و بار و یه جایی هم بوده که روسپیخانه بوده اونجا توی طبقه همکفش و آل کاپون اونجا اتفاقا خیلی هم رفت و آمد میکرده و همون موقع هم اونجا بیماری سفلیس میگیره که بعدن خیلی براش دردسر ساز میشه و جلوتر بهش میرسیم. اون مدت اون ساختمون رو اداره میکرده و یه جور رئیس اون ساختمون بوده، ولی فقط این نبوده، اون دست راست جانی توریو بوده و همه کارا رو اون براش میکرده. اگه جانی توریو میخواسته قتلی انجام بده، اگه میخواسته رؤسای گنگ های دیگر رو حذف کنه، پولی رو میخواسته نقد کنه و امثال این کارها رو به آل کاپون میسپرده و البته آل کاپون هم خودش کلی از جانی توریو یاد گرفته بوده که خیلی خودش رو نشون نده. البته خب خیلی خوب این کارو نمیکرده، ولی یه جورایی اون خوی وحشیگری که آل کاپون داشته رو جانی توریو یه جوری کنترل کرده بوده که دردسر درست نکنه. آل کاپون هم این کارا رو معمولا براش کسای دیگه ای رو استخدام میکرده. اون یه مدت بعدم یک فروشگاه مبل فروشی کنار همون ساختمون باز میکنه تا یه پوششی برای کارهاش بشه. سال 1920 میرسه و قانون ممنوعیت فروش الکل با راهپیمایی مسیحیای پروتستان آمریکا به تصویب میرسه. قانونی که هنوزم از اون به عنوان بدترین قانون ایالات متحده یاد میشه ازش. همین قانون باعث میشه که مافیاهای ایتالیایی و ایرلندی، بیشتر ایتالیایی ها، شبکه زیرزمینی قاچاق الکل رو راه بندازن و مافیای ایتالیا از اونجا قدرت عجیب و غریب شکلی قدرتش از اونجا استارت بخوره. جانی توریو و آل کاپون هم از همونجا قدرتشون شروع به زیاد شدن کرد. اونا وارد این شبکه شدن و جانی توریو هم یکی از اولین کسانی بود که وارد این بیزینس شد و پول خیلی خوبی رو داشتن با آل کاپون در می آوردن. آل کاپون توی همون سال یک خونه $5500 خرید که اگه به یه جورایی تبدیلش بکنیم به ارزش دلار الان خیلی مبلغ زیادی میشه. یک عمارت با 14 اتاق توی فلوریدا، لباس‌های برند و مارک خیلی گرون، ماشین‌های خیلی گرون، یک زندگی پرزرق و برق که آل کاپون نسبت به بقیه توی این قضیه خیلی بیشتر فعالیت داشت و
زندگیش مدام توی چشم همه بود، مدام توی رسانه ها بود و مشهور بود، خیلی معروفیت زیادی رو تو آمریکا پیدا کرده بود. اون خیلی هم کارهای خیرانه ای انجام میداده و مردم نمیدونستن که پشت این نقابی که اون زده، پشت این نقاب خیری که برای خودش زده، چه جنایتکاری خوابیده و چه کسایی رو تا حالا به قتل رسونده، کشته یا زخمی کرده یا حالا هر چیز دیگه ای. اونا به شدت به فروش الکل روی آورده بودن و حتی مغازه هایی که روش ازشون باج میگرفتن رو مجبور میکردن که غیرقانونی الکل بفروشن و اگه کسی نمیخواسته این کار رو بکنه حتی مغازه اون رو بمبگذاری میکردن. توی این سالها آل کاپون فاحشه خونه ها، قمارخونه ها و بارهای زیادی رو هم تأسیس کرد تا پوششی برای کارهای خلافش باشه. از این برم جانی توریو با آل کاپون به کمک آل کاپون دونه دونه رؤسای گنگ‌های کوچیک شیکاگو رو از بین می‌بردن و روز به روز گنگ جنوبی که همین آل کاپون و جانی توریو بودن پیشرفت‌های چشمگیر زیادی می‌کردن و یک قدرت فضایی رو داشتن به دست می‌آوردن. سال 1923 شهردار شیکاگو عوض میشه و یک آدم بدقلقی شهردار میشه که با جانی توریو و آل کاپون همکاری نمی‌کرده و حاضر نبود از اونها باج بگیره. اونا هم بیزینس خودشونو به حومه شیکاگو و شهر سیسرو ایلینویز، ایالت ایلینویز انتقال میدن و اونجا به فعالیت میپردازن. وقتی از مرکز توجهات دور میشن و به حومه شهر میرن، فعالیتشون رو گسترده تر میکنن و پایه های این بیزینس میلیون دلاری رو هر روز محکم و محکم تر میکنن. توی سال 1924 انتخابات شهرداری میخواسته توی سیسرو برگزار بشه و خیلی آل کاپون تلاش میکرده برای رأی آوردن کاندید مد نظرشون، کسی که با اونا همکاری میکرده. کارهای زیادی انجام میدادن، مثلا کاندیدای دیگر رو یکیشون رو انقدر جلوی زنش کتک زده بودن که مجبورش کرده بودن شرکت نکنه، طرفدارهاشون رو میترسوندن، به استعدادهای انتخاباتیشون حمله میکردن و از اینجور کارا. حتی روز انتخابات هم آل کاپون یک سری آدم حدود 70 نفر رو توی خیابونا میفرسته تا به صندوق‌های رأی حمله کنن و نذارن که اون رقیب اونا رأی بیاره. توی این روز مردم به یک قاضی نامه میزنن خیلی زیاد و ازش میخوان که به این قضیه رسیدگی کنه. اون هم یک عالمه پلیس رو با لباس شخصی به شهر میفرسته و با گروه آل کاپون درگیر میشن. آل کاپون خودش فرار میکنه ولی یکی از برادرای اون به اسم فرانک که یه جورایی دست راست آل کاپون هم بوده، اون روز میمیره و آل کاپون از اونجا قسم میخوره که انتقام بگیره. اون خوی وحشیگری آل کاپون داشت میزد بیرون و همینجوری داشت هر روز جرم و جنایتش رو بیشتر میکرد. البته جانی توریو همچنان روش تسلط داشت و نمیذاشت که آل کاپون خیلی از کوره در بره. حتی توی مراسم ختم برادرش هم مامورای پلیس با لباسای شخصی بالای سر قبر برادرش گریه میکردن. اونا همونایی بودن که برادرش رو کشته بودن ولی اونجا بودن به خاطر اینکه اگر آل کاپون خواست کاری بکنه آماده باشن. آل کاپون با تمام خشمی که داشت اون موقع کاری انجام نداد، ولی این قضیه تأثیرات کشته شدن برادرش روی اخلاق و رفتارش از بعد از این کاملا مشهود بوده. حتی میگن یک بار توی بار خیلی بی‌محابا روی یک نفر اسلحه کشید و با تمانچه به سرش شلیک کرده. البته این قضیه در حد شایعه است چون بعداً پیگیری انجام نشده از سمت پلیس و احتمال داره که این قضیه یه جورایی شایعه باشه. توی این سالها به آل کاپون و جانی توریو چند بارم سوء قصد شد. توی سال 1925 که به جانی توریو سوء قصد شد، به خاطر درگیری که داشتن و زنده موند، البته به خاطر درگیری که داشتن اونو 9 ماه به زندان فرستادن. اون وقتی از زندان اومد بیرون دید که دیگه توانایی اداره این گنگ بزرگ رو نداره و دوست داره که به ونیز، اون شهر زیبای خودشون، برگرده و پولاش حسابی حال بکنه. اون تمام این بیزینس میلیون دلاری که ساخته بود رو دو دستی تقدیم آل کاپون 26 ساله میکنه و آل کاپون حالا میشه رئیس گنگ جنوبی شیکاگو و در اوج قدرت قرار میگیره. گنگ جنوبی حالا از همیشه داشت قوی‌تر میشد، ولی خب مسلما وقتی گنگ جنوبی باشه ما یه گنگ شمالی هم داریم که با اینا دشمنه. اونا دشمنی زیادی هم داشتن. حالا که آل کاپون تازه رئیس گنگ شده بود، اونا فرصت رو مناسب میدیدن که از این هرج و مرج و این حواس پرتی استفاده کنن تا
بتونن آل کاپون رو بکشن. اونا 3 تا قاتل رو استخدام میکنن، ولی وقتی اونا میخوان آل کاپون رو بکشن از این کار میترسن و پیش آل کاپون میرن و به اون میگن که پول گرفتن تا بیان بکشنش. آل کاپون هم همون 3 نفر رو استخدام میکنه برای کشتن رئیس گنگ شمال و برادراش. اونا 6 تا برادر بودن که به دستور آل کاپون 3 تاشون کشته میشن و 3 تای دیگه هم به ایتالیا فرار میکنن و گنگ شمال یه جورایی نابود میشه. کاملا نابود نمیشه، ولی خب خیلی ضعیف میشه در حد گنگ های محلی و یه جورایی با حذف کردن بقیه رؤسای کوچیک‌تر، گنگ های کوچیک‌تر که دیگه برای آل کاپون چیزی حساب نمی اومدن، حالا دیگه آل کاپون صاحب کل شیکاگو شده بود. اون شهردار شیکاگو هم موفق شد بخره، توی انتخابات به اون کمک کردن، رأی آورد و حالا شهردارم در اختیار اون بود و دیگه هیچ کس جلودار آل کاپون نبود. اما سال 1929 یکی از وحشتناکترین جنایت‌های آل کاپون رقم میخوره که بهش کشتار روز ولنتاین هم میگن. اون موقع یکی از محمولهای ویسکی همین گنگ جنوبی به ریاست آل کاپون وقتی داشته از کانادا می اومده، بین راه توسط گنگ شمالی دزدیده میشه که ریاستش اون موقع به عهده باگز موران بوده. اون قدرت زیادی نداشته و انقدر رؤسا ترور شده بودن که ریاست به اون رسیده بود، ولی خب این محموله رو دزدیده بود. آل کاپون هم تصمیم میگیره که دیگه اونو حذفش کنه و این دردسر رو از بین ببره. اون یه نقشه‌ای میکشه. 4 نفر با لباس پلیس شبانه روز نزدیک انباری که ویسکی ها رو توش قایم کرده بودن کشیک میدن تا باگز موران و اعضای دیگه گنگ اونجا بیان برای معامله و اون موقع اونا رو حذف بکنن. یه روز 7 نفر به انبار میان و وقتی داخل انبار بودن 4 نفر از اعضای باند آل کاپون با لباس پلیس اونجا وارد میشن. باگز موران جز اون 7 نفر نبوده و مثل اینکه وقتی دیده چند نفر با لباس پلیس داخل انبار میرن فرار کرده. اونا با عنوان پلیس داخل میشن، خلع سلاحشون میکنن و به اونا میگن که رو به دیوار وایسن و به دیوار بچسبن. وقتی اونا این کارو میکنن اون 4 نفر صدها گلوله بهشون شلیک میکنن و تمام اون 7 نفر رو اونجا تیربارون میکنن. این جنایت بازتاب خبری خیلی زیادی داشت و باعث شد وجهه آل کاپون از اون آدم مشهور لاکچری پولداری که خیر هم بوده و خیلی خوب بوده خیلی خراب بشه وجهش و دیگه همه بفهمن که چه جنایتکاری هستش آل کاپون و چه کسی پشت همه این جنایت هاست. همون سال یه جلسه برگزار میشه، جلسه سالیانه‌ای که بین تمام سران مافیایی که بودن برگزار میشده و یه سری تصمیم گیری ها انجام میدادن. توی اون جلسه که آل کاپون هم خودش حضور داشته، رؤسای مافیا تصمیم میگیرن که آل کاپون رو کنار بزنن. اونا از این جلب توجه آل کاپون میترسیدن، از اینکه اون داره هر روز جنایت‌های بزرگی انجام میده و اونا رو همه دارن میفهمن و زندگی خودش رو اینقدر تو چش همه کرده با اون زندگی لاکچری که داره، امارت و انگشتر $50,000 و همه این چیزا. اونا تصمیم گرفتن آل کاپون رو کنار بزنن. به اون گفتن که یک شخصی رو به اسم جوزف ایلیو برای نظارت به تو میذاریم که البته دشمنش هم بوده، برای نظارت به تو میذاریم که روی کارات نظارت کنه و تمام سود حاصل از این خلافات هم باید به سندیکای ما بپردازی، باید به اتحادیه بدی که ما برای کارهای خودمون خرج بکنیم. خب آل کاپون نمیتونسته به اونا مخالفت کنه، چون اون هر چقدر هم قوی بوده و هر چقدر هم از این سوء قصد هایی که زیادی که بهش شده قصر در رفته و نتونستن کارش بکنن، اون دیگه میدونست که اگه بخواد با همه سران مافیا در بیفته قطعا کشته میشه. اون یه تصمیم میگرفت 16 ساعت بعد به خاطر یه خلاف کنترل شده، یعنی حمله اسلحه، دستگیر کرد خودشو، یعنی خودشو به دام انداخت و 8 ماه زندان برای اون تعیین کرد. اون میخواست وقتی میره زندان توجه رو از خودش برداره، سران دیگه بیخیالش بشن و از همونجا توسط برادرش رالف کاراشو کنترل بکنه. اون انگشترش هم به رالف میده و میگه که توی این مدت تو نماینده منی و کارا رو باید تو انجام بدی. FBI سالها به دنبال گیر انداختن آل کاپون بود. حالا که اون تو زندان بود، اونا بدجوری دلشون میخواست که یه مدرکی از آل کاپون هر طور شده پیدا کنن. توی جستجوهاشون اونا فهمیدن که آل کاپون با این همه سرمایه‌ای که در آورده حتی یک حساب بانکی هم نداره، یک گردش مالی هم به اسمش نیست و هیچ وقت هیچ مالیاتی رو پرداخت
نکرده و به خاطر همین پرداخت نکردن مالیات یک پرونده‌ای برای اون تشکیل میدن و یک دادگاه برای اون تشکیل میشه که به جرایمش رسیدگی بشه. اون خیلی از اینکه این دادگاه تشکیل بشه ترسی نداشته. نهایتاً با خودش میگفته که خب هیئت منصفه رو میخره یا میترسونشون که به نفع اون رأی بدن. اون همین کارم کرد، به آدماش سپرده بود که برن هیئت منصفه رو بهشون پول بدن یا بترسوننشون که اونها رأی به بیگناه بودن آل کاپون بدن. اونها همین کارم میکنن و در روز آخر وقتی که قرار بوده هیئت منصفه وارد دادگاه بشه، دادگاه توی روز آخر هیئت منصفه رو عوض کرده بوده، چون FBI میدونسته آل کاپون داره این کار رو میکنه و آل کاپون میبینه که هیئت منصفه اعضاش عوض شدن و هیچ کدوم از اون اعضایی که اینا خریدن نیستن. اونجا خیلی عصبانی میشه و شروع میکنه فحاشی کردن به قاضی و دعوا رو میندازه و همونجا هم تو دادگاه به 11 سال حبس به خاطر پرداخت نکردن مالیات محکوم میشه. این طولانی ترین مدت حبسیه که برای پرداخت نکردن مالیات توی تاریخ ایالات متحده برای یکی در نظر گرفتن. اون به زندان رفت تا مدت 11 سال محکومیت خودش رو اونجا بگذرونه. سالهای اولی که اونجا بوده اون ارج و قرب زیادی داشته، یه عالمه خدمتکار و خدم و حشم و یه عالمه آدم مراقبش بودن، ارج و قربی برای خودش تو زندان داشت و خلاصه اونجا هم وضعیتش بد نبوده و از همونجا هم گروه و گنگ خودش رو هدایت میکرده. اما چند وقت بعد به خاطر همون بیماری سفلیس و حالا بیماری سوزاکی هم که تشخیص داده بودن بهش اضافه شده بود، اون کم کم رفته بدنش رو به ضعیف شدن رفت و هر روز ضعیفتر میشد و همچنین درگیر زوال عقل شده بود و دیگه کم کم نمیتونست کارها رو کنترل کنه و دیگه اونجوری کنترل نداشت روی کارهاش. اون 2-3 سال آخر محکومیتش هم توی زندان آلکاتراز که اون موقع زندان تازه تأسیس بود میگذرونه و بعدش 3 سال دیگه براش زندان میبرن به خاطر اون فحاشیایی که توی دادگاه انجام داده بوده. اما اون موقع زنش یک درخواست تجدید نظر میکنه و میگه که دچار زوال عقل شده آل کاپون و صلاحیت روانی نداره برای اینکه تو زندان باشه. دولت ایالات متحده هم این رو درست تشخیص میده و اون موقع آل کاپون رو برای همیشه آزاد میکنن. اون حالا دیگه ضعیف شده بود. روانشناس اون میگفته که آخرای عمرش، یعنی همون سالهایی که آزاد شده، عقل آل کاپون در حد یک بچه 12 ساله کار میکرده. آل کاپونی که یه زمانی بزرگترین جنایتکار تاریخ بود و هزاران دلار سرمایه هر روز در می آورد. اون باز عجیب بود که هنوز پولهاش مونده بود و املاک و ایناشو ازش نگرفته بودن به خاطر فرار مالیاتی و تونسته بود اونا رو حفظ کنه. اون با همسر و خانواده‌اش به همون عمارتی میره که توی فلوریدا خریده بود و ادامه زندگیش رو اونجا میگذرونه. اونا برای معالجش تلاش میکنن، چند تا بیمارستان میرن که اونو نمیپذیرن، ولی بعدش به یک بیمارستانی اونو منتقل میکنن، اونجا اونو نگه میدارن، تحت مداوا قرارش میدن، ولی بعد این مدت دکترها میگن دیگه امیدی نیست، بهتره به خونه بره تا چند ماه آخر زندگیشو توی خونش و در کنار خانواده‌اش زندگی کنه. توی 25 ژانویه 1947 آل کاپون افسانه‌ای توی 48 سالگی به دلیل ایست قلبی میمیره و داستان آل کاپون برای همیشه تموم میشه و پروندهش بسته میشه. اونو بینامونشون توی جایی در شیکاگو دفن میکنن و چند سال بعد توی سال 1950 پیکر خودش، برادرش و پدرش رو به هیلساید ایلینویز انتقال میدن و اونجا پیش هم دفن میکنن. خب دوستان، داستان آل کاپون افسانه‌ای هم به پایان رسید. کسی که از نوجوانی توی گروه‌های تبهکاری ایتالیایی بود و توی 26 سالگی تونست ریاست گنگ جنوبی شیکاگو رو به دست بگیره و میلیون‌ها دلار سرمایه برای خودش دست و پا کنه. ممنون که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. اگر به اینجور ویدیوهای تاریخی یا دانستنی علاقه دارید، حتما کانال منو سابسکرایب کنید و اگر این ویدیو رو هم دوست داشتید لایک کنید و برای دوستاتون بفرستید. اگر هم نظر یا انتقادی دارید، خوشحال میشم اونو توی کامنت ها به من بگید. من احمد رضا هستم و اینجا رادیو الچه.